امیرحسین صادقی، ایمان مبعلی یه لحظه تو میزنن. عمرانزاده برای پژمان منتظری. مبعلی، میداودی از راه دور ضربه رو میزنه و توی دروازه یه ضربه ناگهانی از میلاد میداودی حساب کار 1-0 کنه برای استقلال. 8مین گل فصل میداودی، یک ضربه کاملا غافلگیر کننده بود. اشتباه کرد روی این گل. شاید فکرش نمی‌کرد از اون منطقه میداودی بدون شک شوتو بزنه. ضربه دیدنی و توپ در درون دروازه قرار گرفت. خیلی خوب زد ضربه رو میلاد میداودی. بازیکن استقلال و دنبال